سلام، بریم واسه آموزش خفن امروز. برای اولین باره که دارم براتون با صدای خودم کلیپ میسازم. امیدوارم دوست داشته باشید. به آرومی کوتیکولامونو با پوشر بالا میزنیم. پودر بچه یادت نره که کارتو خیلی آسون تر میکنه. پخشش کن. با سرسانه اشکی مانیکور رو شروع میکنیم. نوبت قیچی زدن، مرحله‌ای که هممون دوستش داریم. اینجوری با پد و کلیس کاملا خاکشو بگیر. دهیدراتور، پرایمر به صورت ماساژی، سعی کن به بوز برخورد نکنه. بیس هم همینطور. میریم برای انتخاب قالب. باید یه فضای خالی بین قالب و صدف ناخن باشه. مواد رو سر قالب قرار میدیم و یه فرنچ خوشگل بپزه. فضای خالی رو با رابر دلخواهتون پر کنید. سعی کنید همه نوعات یک دست بشه. بپزه. یه توپ از پلی ژلت بردار. روی رابرت فیکسش کن. من از هلوی استفاده کردم. قالبتو بذار روی ناخن و خشکش کن. دورگیری کارتم خیلی تمیز انجام بده. اینجوری با پد و کلیس کاملا خاکشو بگیر. صاف کردن از زیر کار یادت نره. بریم سراغ این جذابا و تمام لذتشو ببر.